خب جلسه 98م گفتگو جی آیس رو شروع می‌کنیم. در خدمت دوستان هستیم. یک دو مبحث مطرح شد که حالا دوستان مایل نبودن ضبط بکنیم، ولی این جلسه و جلسه دیگه همیشه سه شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر وقت تهران برگزار میشه. لینک ثابتش هم در همین لینکی است که در این بالا قرار گرفته و ضبط برنامه رو توی یوتیوب میتونید چکات جی آیس رو سرچ بکنید ببینید و خود از جلسه 30 به قبلم سایت chakotgs.com هست که دوستان میتونن استفاده کنن. حالا خیر مقدم میگم خدمت ارماس خیام و دوستان دیگه که اضافه شدن. اگر مبحثی هست بفرمایید، در خدمتتون هستیم. اخباری یا کاری جدیدی که کردیم. همینطور آقای طاهری. سلام وقتم. بله جناب خیام بفرمایید، بعد در خدمت آقای طاهری هم هست از کاری جدید. خواهش میکنم. سلام، وقت همگی بخیر. من خیلی تلاش میکنم همیشه اول جلسه بیام، ولی هیچ آخرش با تأخیر میشه متاسفانه. خواهش میکنم. دوست داریم مطالب همه رو استفاده بکنیم. کار جدید که ما فعلا بحث نقشه برداری جدید توی سطح استان شروع کردیم با پهپاد و ربات. این جدیدترین کاری که داریم انجام میدیم برای بروز رسانی اون بانک اطلاعاتی که عرض کردم مربوط به داده‌های جغرافیایی. این جدیدترین کارمون بوده که حالا از چند روز گذشته شروع کردیم. با چه دقتی هست؟ یعنی فواصل نقاط 1 سانتیمتر دیگه. خب خیلی دیگه 1 سانتیمتر. بعد دیتیلش بالا حجم. بله بفهم. تموم شد صحبت. بفهمش. آره اگه خاطرتون باشه قرار شد ما یه همفکری هم بکنیم که در واقع بین یه وب جی آیسی درست کنیم که حالا کارهای شما و همکاری دیگه‌ای که پهپاد یا اطلاعاتی رو تولید میکنن هم بیایم ایندکسش رو نشون بدیم که چه اطلاعاتی رو چه کسی با چه دقتی به اصطلاح داره. حالا فرصت داشتین فکر کنم چیز خوبی بشه، چون ماشاءالله سیستم‌های دولتی که متولی این کارن که این کار نمی‌کنن. حداقل ماها خودمون تو بخش خصوصی یه همچین چیزی رو راه بندازیم فکر کنم میتونه جالب باشه. حتی که خیلی مفیده. بعد اون جای دولتی حالا چالش که زیاد داره، داده‌هاش و مشکلاتش کم نیست، ولی خب اگر همین یه هم افزایی اتفاق بیفته، حالا سه داده ما داریم، داده‌های دیگه هست حالا با دقت‌های مختلف، تنوع مختلف، کار خیلی قشنگی میشه، خیلی مفیده برای جامعه به نظرم. ما هر کاری بتونیم انجام بدیم در خدمت. بله باشه، پس من با شما تماس میگیرم ان شاءالله اینو آیتماشو هماهنگ میکنیم. حالا شما هم به اصطلاح فیلدها و مواردی که فکر میکنید که لازمه که در برای این مثلا نوع سنجنده، مثلا تاریخش، یا مثلا فرض کنید که حالا نوع داده و متا دیتایی که در موردش هست و مثلا تفکیکش رو توی مثلا فیلد مشخص بکنید، چون ما در واقع یه لایه پلیگونی مثلا میخوایم بسازیم که اون رو فیلد بتونه طرف مثلا سرچ بزنه دیگه. اونا رو حالا شما قطعا خوب باش آشنا هستین، اونا رو مثلا در بیارین و مثلا آیتمایی که تو اون فیلد باید بره رو به اصطلاح تو این فرصت که حالا من خدمتتون تماس میگیرم به اصطلاح اون رو روش فکر بکنید. فکر کنم دیگه میتونیم به اصطلاح استارتشو بزنیم. حالا بعد دوستان دیگه هم شرکت و سازمان دیگه هم کم اضافه بشن طبیعتا. حتما درست. خیلی هم عالی. خب آقای سارانی هم آقای دکتر سارانی هم با شما صحبت کردن پنجشنبه گذشته که مثلا اومده بودن تهران، یا نه دیگه فرصت نشد تو بحث؟ چند بار پیام دادن، حتما در دسترس نبودم، پیام داده برای اون بحث پرچه آیدس. حالا من دیتیل بهشون دادم و حالا یه فیچر جدیدی که الان توی وبسایت هم گذاشتیم که دیگه شما حشره و پرنده رو دیگه میتونید به صورت آنلاین شناسایی بکنید، یعنی از طریق صدا، از طریق تصویر یا ویدیو توی اون سایت که بازاری بکنید تو پنلتون دیگه شناسایی انجام میشه. در جهت تکمیل اون دیوایسه بود که سارانی میخواستن. در ارتباط هستیم، حالا توکل میکنم.
بله خیلی هم عالی. بله خیلی هم عالی. سایتتون همون امیر فارم بود درسته؟ بله امیر.farm وبسایت. داخل پنل که برید همونجا پنل کاربری اونجا امکانات جدید که اضافه شده میتونید ببینید و اون دیوایس هم حالا هست اونجا متفاوت هست، ولی خیلی سریعتر شد و بهتر شده نسبت به حدوداً 20 روز پیش. تغییرات زیاد داشته توی پنل ها. خیلی هم عالی. پنل ها اون وقت باید یوزر و پسی رو از شما بگیریم که بتونیم وارد شیم یا نه؟ نه با همون ایمیلتون میتونید بسازید، فقط با یه ایمیل میتونید اون پنل کاربری رو بسازید. البته ما 3 سطح داریم، سطح کاربر عادی داریم، وی آی پی داریم و کارشناس دیگه. بعد حالا تیکت میزنیم که کدوم سطح میخوایم باشیم، متناسب با اون سطحی که از سری فیچرها کم و زیاد میشه در اختیارتون قرار میده. تو سطح کارشناس که باشین دسترسی مستقیم داریم به پهپادها یا اون نقشه‌ای که گفتم حالا داریم برداشت میکنیم. به صورت لایو بروز شده در واقع بروز ثانیه جدید و اونجا میتونید داشته باشین، دانلود بکنید، حالا هر استفاده که خواستین انجام بدید روش. بله خیلی هم عالی، ممنون از شما. اگه نکته دیگه هست در خدمتیم، اگه نه که بریم سراغ آقای نوید طاهری عزیز. نه نکته خاصی نیست، استفاده میکنم. سلامت بشه. سلام آقا بنام، سلام از خدمت همه دوستان عزیز. من حالا خیلی نکات خواهش میکنم، من خیلی نکات خاصی ندارم، فقط یه سوال کوچیکم الان داشتم از آرزا در مورد بحث یه چیزی قبلا توی گروه مطرح شد، من اسمش به گوشم خورد، بحث اسس منیجمنت. می‌خواستم ببینم واسه اسس منیجمنت چه کاری کردن، چرا کاری انجام دادم. حالا قبل از اینکه حالا چیز بکنم یه دو تا مطلب فقط من توضیح بدم که شاید مثلا کمک بکنه به درد بخوره. ببینید من الان صفحه‌مو اجازه شیر بکنم که رو صفحه خودم این مواردی رو نشون بدم. بله خیلی این اشکال نداشته باشه. آره یه چند تا چیز رو معرفی کنم. ببینید یه هوش مصنوعی که خب این یه ای آی که الان هست کوپایلوته که این مورد مایکروسافته که الان رو محصول مایکروسافت هم همه اضافه شده، تو ویندوزش هم هست و اینها، و شما میتونید تایپ کنید copilot.microsoft.com. اگه از بینگ استفاده بکنید میتونید چیز بکنید مستقیما من از اینجا تگم چیز بحث شد اینجا بذارم اینا. آره اگر از بینگ هم استفاده کنید شما میتونید از همین کوپایلوت مایکروسافت استفاده میکنه. من اینجا گوگل الان دیگه سرچ کردن تو خود گوگل شاید خیلی کافی نباشه. من الان یه چیزی نشون شما بدم، اینه که bing.com share this tab. اینجا شما اگه نگاه کنید خود بینگ یه بخش کوپایلوت داره. چی بگم حالا what is مثلا for example آره مثلا آره what is asset management. خب اینجا میخوری خیلی اینجا که موارد خوش از تو سایت ها پیدا میکنه، میاره نمایش میده. حالا من نمیدونم با توجه به این دیگه اصلا چیز معنایی داره دیگه SEO یا نه، ولی خب تو سایت ها اینا رو در میاره، بعد چیز میکنه به خودش. اینجا مستقیما شما میتونید تو کوپایلوت وصل بشین و بعد این شروع میکنه تحلیل کردن، اطلاعات بیشتری به شما میده، سایت هایی که گشته پیدا کرده این رو به شما اطلاعات میده. هم نسخه پولی داره، نسخه رایگان داره، خیلی سرچ رو متحول کرده. یا مثلا میخوام بگم که can I install for example ArcGIS on Linux، مثلا یه سوالی حالا بزنم رسید مثلا not supported، مثلا خیلی واسه کمک میکنه به شما که شما رو زودتر میرسونه به اون لینکی که جوابی که لازم دارید، خیلی سریعتر از گوگل میرسونه در حال حاضر.
بعد اینجا اصلا جواب سوال پرسیدن که واسه اوبونتو داره. بعد اینجا من لینک کرد به یه سایت دیگه، به این سایت Stack Overflow بخش GISش که اینجا سوالا رو جواب میدن. این سایت خیلی سایت خوبیه. اگه کسی میخواد توی GIS رشد بکنه، کاربرا وارد میشن، رایگان هم هست، وارد میشن و سوالاشون رو میپرسن تو زمینه‌های مختلف. خب حالا سوالایی که خیلی زیاد پرسیده شده اینجا میذاره که این سوال اصلا 36 بار دیده شده، چقدر پرسیده شده، کیا بهش رأی میده، اصلا سوالش ارزشمندیه، سوال اشتباه پرسیده. این خیلی به شما کمک میکنه که خیلی از ایرادایی که شما تو GIS پیدا می‌کنید یا RGS پیدا می‌کنید شاید اینجا قبلا باهاش برخورد کرده، بعد بتونید اینو متن بخونید، میتونید اون ایراد برطرف کنید. اگه اونایی که تیک خورده عموما اونایی هستن که مثلا انجام داده شده و جواب داده شده، حالا بیشتر عموما. بعد شما تو این سایت به مرور که کار بکنید میتونید امتیازم جمع بکنید. بعدها این ممکنه در بحث کار و اینها حتی به شما کمک هم بکنه. کجاست میتونید نشون بدین تیکر رو که تیکایی که میخوره؟ آره که بله بذار من یه نمونهشو تیک خورده. ببینید مثلا اینا که سبز میشه، اینا یه دونه جواب داده. بذارید من نشونتون بدم، بگردم تو اینجا ببینم چی داریم الان اینجا. آها این یکی مثلا ببینید اینو مثلا گذاشته. بعد من کاربر اینو انجام بدم، مشکلم این بوده. خب 7 سال پیش از این مطرح شده. مشکلم این بوده، سوال پرسیدم دقیق، بعد این به من پاسخ داده، بعد من رفتم انجامش دادم، درست بوده، اومدم تایید کردم که کانفرم، آره من اینو انجام بدم، مشکلم حل شده. خب من اگه مثلا اینو تشخیص بدم که این سوال خوبیه، منم میتونم بیام اگه مثلا سوال خوبی باشه میتونم به سوال امتیاز بدم، بگم آقا این سوال خوبیه، خب به جوابش امتیاز بدم. اینایی که امتیاز میگن 10 امتیاز بهشون میده، کم کم تو سایت میرم بالا، خب سوالات پیچیده‌تر بهشون مطرح میشه، بعد مثلا پوزیشن میگیرم، مودریتور میشن. یه سایت مثل مشابه همین رو ما استک اورفلو داریم واسه برنامه‌نویسی. خب اینا زیر مجموعه استک اکسچنجن که شما مثلا تو زمینه‌های مختلف مثل ریاضیات، مثل حالا چیز مختلف دیگه، مثل متماتیکس، مثل هوش مصنوعی اضافه کردن نمیدونم، حتما باید اضافه کنه بعدن احتمالاً. اسک اوبونتو اگه دیده باشین واسه اوبونتو واسه میشین به این صفحات اوبونتو واسه پیدا کردن سوالتون. این یکی از مراجعی که خیلی شما میتونید برای پیدا کردن جواب سوالاتتون از اینجا استفاده کنید و خیلی کمک میکنه، خیلی کار راه اندازه. حالا تو بحث‌های مختلف، سرور، لینوکس، منتها خب خیلی سختگیر هم هست دیگه، برای اینکه حالتی وجود داره که نمیخواد هر سوالی مطرح بشه، خیلی به قول معروف با هر کیفیت سوال هم اینجا نمیشه مطرح بشه. با یه سوالی باشه که بقیه بهش توجه کنن، به درد بخور باشه، واقعا یه مشکلی باشه قبلا وجود نداشته باشه، کسی باهاش برخورد نکرده باشه. بعد اگه شما جواب بدی امتیاز میگیری، ساعت هم سوال خوبی باشه امتیاز میگیری. اگر هم سوال بدی باشه یکی دو بار اختراع میده، بعد بنت میکنه تا یه مدت، میبینی مثلا ساسپند شده تا مثلا چند ماه نمیتونه سوال بپرسی. چون اکثر سوالا که به ذهن ما میرسه اینجا هست. برای اینکه این سری سوالات هم میذاره کسی که بتونه جواب بده امتیاز بالایی هم بهش میده و اینها تو اون زمینه. بعد فقط ببخشید این تو خود اون لیست بله انسراش مشخص. بله مرسی. بله مشخصه. آره اینا شما مثلا واردش میشین، مثلا یه موردی که هست اینجا که وارد میشین، این سواله کی پرسیده، کی پرسیده، چند بار دیده شده، آخرین بار کی اصلاح شده، خب این خود سواله. بعد کسی کامنت داشته باشه کامنت میذاره. خب اون که سوال پرسیده خودش چه بعدش چی بوده، چه ریپیتیشنش چقدر بوده، بالا پایینه. اون کسی که انسر جواب داده مثلا ریپیوتیشن چقدر بوده، خب مثلا 554,000 تا، خب خیلی عظمته. شما مثلا میتونید از اینجا استفاده کنید، مثلا از اینجا برای جیو سرور، برای اوپن سورس ها مثل اوپن لیگرز، جیو سرور، شما سوالا اینجا مطرح میشن. این نسخه این باید برنامه‌نویسیشه. مثلا شما اینجا زمینه جاوا اسکریپت، چیزای دیگه که اینجا سوال دارین میتونید اینجا ببینید. اگه سوالتون قبلا گشتی پیدا نکردین اینجا میتونید استفاده کنید و سوالتون مطرح کنید و بعدش کسی بدون جوابتون رو میده. منم خیلی خوب زود جواب میدم و جوابشون هم دقیقاً اپلیکیبل، قابل استفاده است، خیلی خیلی کاربردی. این سایت خیلی خوبیه، استک اورفلو خیلی مشهوره. اخیراً هم که ای آی بهش اضافه کرده. حالا این استک اورفلو یه دونه سروی هم انجام داده، سروی مال 2024 که شما به شما اطلاعات میده که مثلا گفته از بین 65437 تا
متدولوژیش مثلا فکر کنم اینقدر از 185 تا کشور مثلا از اینقدر نفر پرسیده. حالا مثلا تاپ کانتری ها رو برای برنامه‌نویسی زده که یو اس ای و آلمان و هندوستان و یوکی و اینا هستش. این خیلی اطلاعات خیلی خوبی میده در موردی که خب شما چه زبان برنامه‌نویسی رو انتخاب بکنید، چه زبان برنامه‌نویسی الان رو بورس، بعد چه ابزارهایی الان هستن مثلا در زمینه AI وضعیت چجوریه. یعنی قشنگ به شما یک دیدی از مارکت و اینها میده. مثلا برای AI هم حتی اینجا اگر من بتونم ببینم نمایش بدم، مثلا AI tools in development، والا من دنبال لیست AI هاش بودم، اینو اینجا پیدا نکردم، بعد اینجا گشتم پیدا کردم بود، باید بگردم ببینم تو کجا بود لیست. کل ما خیلی از فقط چت جی پی تی و اینها نیستن، خب خیلی از چیزهای دیگه هم هستن، AI دیگه هم اومدن که اونها هم اضافه شدن و اونها هم دارن رقابت میکنن. اینجا متا الان خیلی گردن کلوف شده و به اصطلاح چون آفلاین هم چیز میشه خیلی دارن روش کار میکنن، به زودی انفجاری اتفاق بیفته. نه متا هنوز نه، متا چون مثلا اومده از نسخه‌های رایگان استفاده کرده و گفتن آقا شما مثلا اومدین خودشو کلوز سورس کرده مایکروسافت چت جی پی تی رو، چون مایکروسافت سهامدار 49% چت جی پی تیه. اینا هم که هوش مصنوعیشون درست کار میکنه، جوابای درست میده، اینا هیچ کدوم سورسشون رو ریویل نمیکنن. متا مثلا خاص این وسط بیاد به نظرم یه حالتی مثل که آقا من خودچینی نمیخواد که بکنه که بیاد جا نمونه و بگه منم جا نمونده و این کارا رو دارم انجام میدم، این کارا رو کرد. یعنی واقعیتش اینه که دست بالا رو اونایی که چون این تجاریه طرف داره باش پول در میاره، خب طبیعتا هم به این راحتی اینو افشاش نمیکنه. اون متا هم گذاشته من اینجا و نمیخوان دیتاشون بیرون بره، دارن از همین لامایی که مال متاد هست دارن استفاده میکنن دیگه. واسه همین ببینید آخه نه ببین داده بیرون نمیره. ببینید واقعیتش اینه که اینا میتونن حالا من بعد توضیح میدم، نشونتون میدم که داده بیرون نمیره. ببین داده‌ای که حالا من اینجا چه توضیح بدم. الان بیشترین زبان‌های برنامه‌نویسی پرکاربرد که هستن الان 64% گفتن که جاوا اسکریپت، بعد سیکوئل، بعد HTML CSS، بعد پایتون، بعد تایتل اسکریپت، بعد بش و اینها. این خیلی به شما کمک میکنه که بدونید زبان‌های برنامه‌نویسی هر کدومشون چقدر استفاده میشه، زمان انرژیمون رو برای کدوما بذاریم با توجه به کارمون. این چند تا اول عموما زبان‌های پرکاربرد هستن، 7 تا اول. و برای پایگاه داده مثلا کدوم پایگاه داده بیشتر داره استفاده میشه؟ خب این پایگاه داده پوستگرس اسکیول، مای اسکیول، مایکروسافت اسکیول، اینا خب چیزایی هستن که خب میتونیم برنامه‌ریزی کنیم براش. برای کلاود که تو ایران شما نمیتونید استفاده کنید، خب اول آمازون، بعد مایکروسافت، بعد گوگل کلاود، بعد چیزای کلاودای دیگه هستن که حالا باز استفاده میکنن. بعد برای فریم ورک ها، برای کسایی که میخوان حالا وب جی اس کار کنن، میخوان نسخه فرانت اند کار کنن، خب ریاکت خالص همچنان تاپ. بعد نود جی اس واسه بک اند خب خیلی عالیه. فریم ورک ها که اصلا فریم ورک ریاکت و نود جی اس و جی کوئری و اینا، خب این خیلی به شما دید میده که وقتی انرژیتون رو مدیریت کنین، روی چیزی وقتی انرژی بذارید که میدونید بازار به اون سمت داره میره، مارکت به اون سمت داره میره، که چیزای موثقه و به عنوان شاخص نظر گرفته میشه. داکر رو مثلا باز اینجا هست، npm pnp، اینا چیزایی هستش که ما کسی میخواد کار کنه تو بازار برنامه‌نویسی باید اینا رو بلد باشه، یاد بگیره، با یه بخش چند تاشون رو یاد بگیره حداقل. من یادم مثلا آیدی ها خیلی مفصله، من خیلی دنبال چیزش میگردم. مثلا سیستم عاملا الان مثلا ویندوز زده پرسونال یوزش 59%، پروفشنال 46.7% استفاده میکنم. بعد مک، بعد اوبونتو در مورد لینوکس. من اینو می‌خواستم نشون بدم. AI Search and Developer Tools. الان شما نگاه کنید، ما الان AI هایی که برترن بالا هستن اینا هستن، که یعنی این که در نشون میده که برنامه‌نویسا و دیولپرها اون 65000 خورده که من گفتم دارن ازشون سروی کردن، ازشون اطلاعات جمع کردن، اینا رو گفتن. اول چت جی پی تیه، بعد گیت هاب کوپایلوت، بعد جمینای، بعد بینگ، بعد ویژوال استودیو اینتلیجنت کد، بعد کلاودیه. بعد اینا همه لیستای ای آی هست که الان شناخته شده است و دارن استفاده میکنن. حالا حداقل تو برنامه‌نویسی ازشون استفاده میکنن. خیلی زیاده هست. کوارا پی او ای هست، ویسپر ای آی. مثلا کوارا پی او ای 9.9% استفاده میشه، در حالی که چت جی پی تی 82% داره استفاده میشه.
خب خیلی تفاوتش زیاده دیگه. متا که الان مثلا حالا ما کانداکتور دسترسی ندارم، یعنی خب مثلا چت جی پی تی استفاده کرد، یا مثلا متا ای آی الان 3.2% آقای بنام اینجا استفاده کنه. متا ای آی چون بیشتر برای کساییه که به اصطلاح میخوان دیتاهای خودشونو به اصطلاح ترین کنن، نه دیتاهایی که مثلا فرض مال تو چت جی پی تی و غیره هست. بیشتر برای اون یه کاربردهای خاص داره برای شرکتایی که مثلا میخوان رو دیتاشونو به مثلا بیرون ندن. آره ولی خب میخوام بگم اون مثلا گپی که اون وجود داره بین اون و چت جی پی تی انقدر زیاده که اصلا قابل پر کردن نیست. حالا برای اینکه اون چت جی پی تی با داده‌های مختلف ترین میشه و بعد مثلا نسخه پولش که داره تقریبا به روز ترین میشه و حالا مثلا کسی بخواد باز کوپایلوت استفاده کنه، چون داره چت جی پی تی استفاده میکنه تو سرچ، این خیلی کمک میکنه کوپایلوت. ولی خود چت جی پی تی میخواد یه چیزی را بده به اسم سرچ جی پی تی که بعدا اینم سرچ جی پی تی خیلی بعداً به درد میخوره واسه سرچ کردن و اینا. بعد حالا توی حرفا فکر کنم آقای موسوی بودن اشاره کردن به بحث پرام نویسی اینا. ببین آره چت جی پی تی یه سری کلماتو خوب میفهمه ولی من اصلا باش فارسی کار نمیکنم، چجوری برای فارسی باش کار میکنه نه، ولی انگلیسی درستش اینه که باید انگلیسی کار کنیم چون خیلی کلمات برای این تعریف شده و براش خیلی دایره معرفت بزرگتری داره تا به فارسی زبانهای دیگه حتی، و خیلی خوب میتونه یه سری حالت‌ها رو چیز کنه، یه سری حالت‌ها رو متوجه بشه. مثلا شما میتونید بهش بگید اینفورماتیوش کن، یا مثلا این متن پرسوئیسیوش کن، یا مثلا این متن دیپلماتیکش کن، پولیتیکالش کن. اینها رو میفهمه. خب و با توجه به این میتونه ورد کلمه مناسب رو استفاده کنه. خب هرچند که با فارسی هم تقریبا یک چیز خوبی داره، یک خروجی خوبی داشته، ولی خب فارسی کاری نداره چون فارسی هم تعداد کاراکتر بیشتری میگیره، توکن بیشتری مصرف کنه، بعد خیلی جواب ممکنه برای اینکه مجبور خلاصه کنه یه سری چیزا پرت بشه. ولی خب تو انگلیسی خیلی دستش بازتره. حالا نمیدونم مثلا من یه دونه کد بزنم این جاوا اسکریپت، اینجا مثلا تو یه کدی گفتم تو جاوا اسکریپت به من بده. آره give me example. این از حالا ازش آفر میگیرین، این از داشته باشه که دادایی که این نسخه وجود داره مال نسخه قدیمیشه، یعنی هنوز آپدیتش نیومده، بداره نسخه پولیشی که بهتر میشه بهش اعتماد کرد. بعد خب این خیلی قشنگ درست میکنه و اون جاوا اسکریپت رو توی وبسایت که حالا چجوری باید اینا با هم تعامل میکنن خیلی واسه آموزش و یادگیری خیلی خوبه. میگم اگه انگلیسی باش کار کنین، فارسی خیلی فکر نمی‌کنم این کارایی داشته باشه. و این از این موضوع. حالا بعداً در مورد اون بحثی که چجوری از هوش مصنوعی استفاده کنیم بدونی که داده هامون لو بره، اینم باید یه زمان مناسب‌تری من اینو بیاد توضیح بدم، چند تا نمونه آماده کنم و نشون بدم که اصلا میشه کاری کرد که اصلا هیچ داده‌ای لو نره. مثلا چون شما فقط اگه مختصر بخوام بگم ما یه چیزی داریم به اسم SQL دیگه. خب اینجا SQL اگه من جا SQL بهش میگن تو انگلیسی، SQL رو اگر ما نگاه کنیم، زبان SQL شما وقتی میخوای یه بانک داده درست کنیم میان برای بانکتون یه دونه الگو تعریف میکنیم، میگین دیتابیس اسمش اینه و بعد میگین که این دیتابیس من این داده ها رو نگه داره، مثلا این پروژه این ستون از نوع تکست یه شما بگیره اسکیما. آره اسکیم اون دیگه حالا فارسیش رو میگیم شما. آره اسکیم تهیه میشه، مثلا میگه آیدی اینتی فلان. این هیچ چیزی از اطلاعات شما رو درز نمیده، این هیچ چیزی اطلاعات شما رو به کسی افشا نمیکنه. شما این اسکیم رو به هوش مصنوعی معرفی میکنید از داده‌ای که داری و بعد بر اساس این اسکیم برای شما سیکوئل درست میکنه دیگه. خب بعد و اون موقع مثلا شما میتونید خروجی بگیرید بدون که اصلا اطلاعاتتون رو به هوش مصنوعی داده باشید. واسه همین که میگن اصلا هوش مصنوعی کار کردن هیچ گونه از اطلاعات شما رو درز نمیده چون راهش اینه. خب و حتی تو این توی ببینید ما بخاطر داده روی بانک اطلاعات ذخیره میشه دیگه، یا نو سیکوئل ان یا اسکیول ان دیگه. خب یعنی شما میخواین یا با سیکوئل بگیرید یا با نو اسکیول، مثلا مونگو دی بی و حالا کوچ دی بی و چیزایی که هست. خب اونم بازم مدلش رو میدین، اسکیمش رو میدین، تو اسکیمش مثلا میاین
چیز میکنین، میگه آقا من خروجی باید به این شکل باشه. اون دیگه برمی‌داره میاد با توجه به اون اسکیم پیدا میکنه. پس این بازم هیچ داده‌ای از شما درج نمیکنه. این اسکیمای نوسیکول که حالا داستانش باشه. حالا بعدا من دوست دارم خودم علاقه‌مندم که یه مدل پیاده سازی کنم، نشون بدم که چجوری این میتونه این چیز باشه، میتونه سیف باشه کاملا. خب حالا از این موردم بگذرم. یه دو تا دونه فقط یه سایت هم می‌خواستم نشون بدم. یه دونه سایت هست نوید جان یه لحظه صبر کنید، من یه توضیح هم فقط بدم. مثلا اینی که گفتی که کاملا درسته، این اسکیمایی که هست استفاده میشه و اون کدایی که میده خیلی خوبه. فقط مثلا اگه یه موردی باشه مثلا همون بحث اینکه مثلا روی شهری بخوایم توریستی مثلا کار کنیم، ببینیم مثلا چه رفتاری داره، اون باید یه دیتایی بهش بدیم که روش یاد بگیره، ترین بشه و بتونه به ما خروجی بده دیگه. مثلا ما دیگه طبیعتا دیتا رو باید به اون هوش مصنوعی بدیم که بتونه روش ترین بشه. نه ببینید بازم نه. ببینید شما دیتا رو خب در هر صورت هر چی که باشه خب دارین روی بانک ذخیره میکنین، درسته؟ حالا بانکتون یا از نوع SQL یعنی استراکچر RDBS خب از ساختار یافته است یا غیر ساختار یافته است، درسته؟ بله. خب حالا شما مثلا برای بانک ساختار یافته، من یه مثال مثلا برای شما بیارم، ببین باز برگردیم به مثال خودمون. خب شما وقتی وارد بانک ساختار یافته میشید، شما ساختار رو معرفی میکنید، میگه این ستون اسم کارمنداست، خب این ستون حقوقشونه، این ستون فلانه. خب حالا من یه کوئری میخوام بدونم چقدر از حال کارمندای من چیز گرفتن، حقوقشون مثلا زیر اینقدر بوده. خب شما هیچ دیتایی بهش ندادی به هوش مصنوعی، اسکیمو دادی، اون میدونه که بر اساس اسکیم حالا باید چجوری سیکوئل ساخته بشه، چجوری باید کوئری ساخته بشه. متوجه ارزم میشین؟ من نمیدونم. بله نه متوجه شدم. نه ولی مثلا میگم که فرض کنید مثلا من میخوام ببینم که رفتار مثلا گردشگرا توی مثلا شهر مثلا چه میدونم حالا زنجان همدان مثلا چه شکلیه که حالا خب به اصطلاح پس من باید یه سری رفتار آدما رو، یعنی اون دیتای واقعیمو بهش بدم که بعد تازه یاد بگیره، ترین بشه، بعد تازه بیاد سوال جواب بده. نه ببینید اصلا شما نمیتونید الان، هیچ کس نمیتونه الان چت جی پی تی ترینش کنه. خب چون اصلا سیستم ترینش محرمانه است، خب و فقط خودشون ترین میکنن. خب ما اصلا نمیتونیم ترینش کنیم. الان تمام اون متدهایی که ما استفاده میکنیم مثل لینیر رگرسیون و مولتی رگرسیون و اینا که داریم استفاده میکنیم، اینا همش رو بانک خودمونه. شما مثلا یه چیز دارید به اسم کولاب مال گوگل که درسته، اون به شما تی پی یو میده، حالا الان ام پی یو هم اومده، تی پی یو میده یا جی پی یو میده، میگه آقا داده‌هاتو شما تو این بذار، تو اصلا با همین کلپ من از سی پی یو از اون جی پی یو من استفاده کن، داده‌هاتو شروع کن ترین کردن. اونه که فقط ما میتونیم ترین کنیم، داده‌مون استفاده کنیم. اون چیزی که ما اصلا نیازی نیست برای کوئری گرفتن یا برای کوئری گرفتن خروجی گرفتن ما بیایم چیز کنیم، بیایم به چت جی پی تی داده‌هامون رو افشا کنیم بخوام ریویل کنیم. نه اصلا نیازی نیست. ما فقط همین که الگومون رو بگیم آقا پترن این است، پارامتریکه، پترن این است، اون کافیه. اون خروجی سیکوئل ما میده. ما در نهایت اون سیکوئل میخواد. حالا شما فهمیدین واسه تحلیل اینا، ببینید تحلیل هم که وقتی ما انجام میدیم، بازم وقتی شما دارین تحلیل میکنین، حالا مثلا میایین ریگرسیون انجام میدین، خب بیس داده رو انجام میدین، اون مثلا تو با چت جی پی تی نمیتونین انجام بدین، اصلا یه داستان دیگه ای داره. شما اینو تو با پانداز و لایبرری که وجود داره بانک خودتون، از بانک خودتون میخونین اطلاعاتو، از جی پی یو خودتون، تی پی یو که دارین، ام پی یو که دارین، سخت افزاری که دارین، ترینش میکنین و بعد حالا نتیجه ترین رو حالا بررسی میکنین که این ترین اون چیزی که من میخوام هست یا نه. یا تو آر جی اس یه سری چیزا داره برای آمار، شما از اون استفاده میکنین برای اینکه پترن در بیارین که آقا این جمعیت یا این بیماری در طی این روز، در طی این مدت از این نقطه به کدوم نقطه، به چه نقطه‌ای میرسد. خب اینو تو شما ما اصلا نمیتونیم به چیز چت جی پی تی یا جمینای هیچ کدوم هوش مصنوعی اصلا ترینشون کنیم بخوام دسترسی بدیم. نه ما اصلا نمیشه، اونو قبول نمیکنن چون اصلا سیستمشون اینجوریه. حالا میگم این خیلی نیاز به این داره که من بتونم یه مثال عملی بیارم که نشون بدم که دقیقاً تمیز قائل بشیم. نه هیچ داده‌ای افشا نمیشه. فقط اگه بخوام یه چیزی رو مطمئن بگم میگم نه هیچ داده‌ای افشا نمیشه. این داده که افشا میشه این چیزی است که ما تو چت جی پی تی خودمون تایپ می‌کنیم، در اختیارش قرار میدیم. اطلاعات ما رو بده، وگرنه نه یادگیریش بهتر بشه. در واقع سوال آره دقیقاً، وگرنه شما میتونید ازش بهش چیزای مختلف میگیم داره مهارتاش بیشتر میشه. بعد اینم که آره اینم که اصلا ما اگه نگیم این خودش تو سایت میچرخه، مگه کوپایلوت داره چه جوری کار میکنه. خب کوپایلوت هم تو سایت میچرخه. خب
میاد به ما چیکار میکنه؟ میاد به ما تو سایت ها اطلاعاتو در میاره و به ما استخراج خلاصه میکنه، ما راه روش میگه من داکر رو چجوری لینوکس نصب بکنم. تهش هم سایت ها رو زده، یعنی شما اصلا رفته از تو همین سایت ها اینا رو در آورده. خب و میخونه اینم بازم میگم ببینید باید اینجا میخوام فرق قائل بشیم بین این که داده افشا چجوری با هوش مصنوعی کار کنیم که اون خروجی که میخوایم بگیریم، در این حال هیچ داده‌ای هم ما نداده باشیم بهش. این امکان پذیر است. حالا اینو بعداً در یک زمان مناسب باید حتما من نشون بدم. الان صفحه کوپایلوت ما دیده میشه یا نه؟ من دستور نصب که دادم اینجا اسم سایت ها رو میزنه که از این سایت ها در آوردن، سایت آفیشیال هم هستن. این یه دونه چیز داره به اسم کرولر، حالا روشیه که میره داخل سایت ها نفوذ میکنه، داده ها رو میکشه بیرون. این چیزی که هست. و میگم تو بحث اسکیول هم شما که مدل رو نگاه میکنید میشه بدون اینکه اصلا شما داده افشا بکنید قشنگ از هوش مصنوعی استفاده کنید و خروجی رو بگیرید. من فقط خواستم یه اپی رو معرفی کنم واسه یه وب جی آی اس که این مدلی هست به اسم جی آی اس کلود. اصلا دوستان میتونن نسخه فریش تریاش استفاده کنن، ایده بگیرن بحث وب جی آی اس و اینا. مدلایی که معرفی کرده خب اینا محصولات مختلفی دارن، اینجا اگر نشون بدم نشون رفت لود بشه منطقه نقشه. و اینم یکی از نمونه‌های پیدا نیست تو این صفحه که شیر کردین، آدرسش هم میگین؟ با GIS Cloud. چرا این صفحه نمیشه کلش رو شیر کرد؟ GIS Cloud بعد GIS Cloud همین چت اتاق. آره GIS Cloud تو گروه تلگرام. بله بعد اینو حالا من اینجا سعی میکنم که توی GIS Cloud رو اگه بشه اینجا بذارم که به کارتون اگه میاد که استفاده کنید. کمک میکنه ایده بگیرن، الهام بگیرن برای کارهای خودشون. بعد این اصلا از اوپن لیر استفاده نکرده برای اینکه برنامه خودشون رو توسعه دادن، اصلا از یک لیفلت و اوپن لیر استفاده نکرده، ورژن خودشون رو دارن. حالا بعد یکی دیگه هم که هست به اسم منگو مپه که اینم بازی وب جی اس هستش که تقریبا اینم جدید اومده، من دیدم خیلی طراحی قشنگی داره، خیلی طراحی یوزر فرندلی داره و یه چند تا نمونه از کاراشون اونجا گذاشته. اینم دوستایی که الان میخوان وب جی اس کار کنن خیلی میتونه بهشون کمک کنه که الهام بگیرن که الان دیزاین کردن دادای یه طور آیتم رو آیکوناری بذارن که پر کاربرد بذارن، مثلا بوکمارک رو گذاشته، پرینت رو گذاشته، رفرش رو گذاشته و حالتهای مختلفی که اینجا شما مشاهده میکنید و چه گذاشته و اینجوری ابزار رو معرفی کرده برای استفادهش. این سایت ساده ایه، این هم یکی از سایت های ساده است که گفتم واسه بحث وب جی آی اس دیده بشه. من الان رفت این مانگو مپ شیر لیست آره این بحث وب جی آی اس دیده بشه. این نمونه‌های ساده‌ای که شما میتونید استفاده کنید اگر شیر بشن همه اینها. بله انواع مختلف رو بگید یا مثلا مثلا چرا هوش مصنوعی چیزی هم توش استفاده شده؟ من هنوز ندیدم داخلش استفاده کنین، نسخه فریشه خب، ولی ممکنه در آینده حتما میذارن. این اصلا داداشو از کارتون میگیره، از اوپن سی استفاده میکنه و مپ تایل و فعلا نداشته. تازه واسه نسخه چون هوش مصنوعی که اگه کسی میخواد چت جی پی تی استفاده کنه ای پی آی میده، خب اون ای پی آی هم میاد کنترل میندازه دیگه، هزینه میندازه دیگه، تو نسخه قطعا دمو نمیذارن اونو. ولی خب حتما در آینده من حدسم اینه که اینا حتما میان از هوش مصنوعی هم استفاده میکنن. حالا به مشتری میگن آقا ما اگه میخوای از این هوش مصنوعی استفاده کنیم باید اینقدر پول بیشتر بدی برای استفاده از هوش مصنوعی. و همین دیگه، من دیگه مطلب خاصی ندارم. فقط یه سوال اینه، الان به اصطلاح به این تو ترتیب مثل آرچیاس آنلاین که ما دیتامون رو بعد توش آپلود کنیم یا نه مثلا میتونیم دانلودش کنیم آفلاین، مثلا روی مثلا وی پی اس خودمون در حقیقت بیایم آفلاین ران می‌کنیم و داده‌مون رو روش اضافه کنیم. حالا چه نه فکر نمی‌کنم آفلاین باشه. من بعید می‌دونم آفلاین باشه. مثلا همون آرچیاس آنلاینه که ما باید لاگین کنیم و مثلا یه فضایی به ما میده داده‌مون رو می‌ریزیم. آره مثلا آرچیاس آنلاین خب مثلا به ایرانیان خدمات نمیده خب، ولی مثلا جی آی اس کلود مثلا میداد، به ایرانیان خدمات میداد خب. یا اینو نه من هنوز باهاشون صحبت نکردم. جی آی اس کلود به ایرانی خدمات میداد چون با خودشون من اون آدمی که
اونجا بود آقای ماریو اگه اشتباه نکنم، داریو، که مار کرواسی هم هست. مار کرواسی هم بود. اون چیز میداد، اون گفتش که ما به ایران خدمات میدیم. خب حالا باز ترامپ بیاد، باز دوباره معلوم نیست دیگه چه اتفاقی بیفته دیگه. حالا خدمات بدن ندن، این مثلا همه خدماتو داره، هم دسکتاپو داره، هم موبایل اپو داره. شما میتونید قشنگ دموش هم امتحان کنید و شما از گوشیتون موبایلتون داده جمع می‌کنید، میاد توی سرور مرکزی می‌بینید خدماتو میده. خدمات خیلی خوبی هم داره واسه دولتمردا، واسه یوتیلیتی، برق، آب، حالا ویژیتیشن منیجمنت، نان پروفیت، خیلی چیزا نوشته. مدلش هم قیمتش هم مناسبه، مثلا به توجه به چیزای خودش موبایلش $25، مپ ادیتورش $75. یه نفر دو نفر میتونن اپراتور بگیرن با این کار کنن. نوشته پر سیت پر مانس، نه بعضی وقت نوشته مثلا اینجا پر مانس بیل انوالی. حالا باید نگاه کنم، فکر کنم دیگه سوالش مثلا کمتر این آف هم بهتون میده. پر سیت بخش رایگانش چقدر فضا میده که مثلا ما چقدر داده میتونیم آپلود؟ نه رایگان نداره چیزی، فقط چیز داره. رایگانش فقط به عنوان تریاله که شما بریم با محصولش کار کنیم، ببینید خوشتون میاد خوشتون نمیاد. مثلا انوالش تا 20% به شما تخفیف میده، ماهیانه برای شما اینجوری حساب میکنه، میگه نفری $15. اگه ولی که سرویس سالانه رو بگیری میگه با نفری $12 واسه مثلا سرویس مپ ویورش. خب قیمتشون خیلی مناسبه. حالا واسه این طرف خارج از ایران که خیلی مناسبه، خیلی عالیه. بعد خب خیلی خدمات هم داره ساپورت میکنه و میده. بحث موبایلش رو داره، بحث کیو جی اس رو داره، آرک مپش رو داره دیگه. مثلا قضیه آرک جی اس نیست که حالا فقط ایران نده، این مثلا با ایران کار میکنه. حالا اون منگو مپ رو نمیدونم دقیقاً با ایران کار میکنه، باشون صحبت نکردم. این قبلا ما هم گفتش که ما کار میکنم. همین دیگه، من نکته خاصی نداشتم. ببخشید خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. شما اولش گفتیم من این صحبت نرم، ماشاءالله خیلی نکات جالبی رو گفتیم، خیلی استفاده کردم. من خواست سوال داشتم از آقا رضا، می‌خواستم بخت بمونه بیام واسه چیزو بپرسم. اساس موضوع وقتمون خوشبختانه محدودیت نداریم. در خدمت آقا رضا هستین؟ بله هستم خدمتتون. والا نوید جان سلام میکنم به همیشه میگم کاش یکی مثل نوید اینجا بود. الان هم داشتیم اتفاقا میخوام یکی استخدام کنیم، کاش نوید اینجا بود، خوب بود. والا خدمت از شاید آخه به این راحتی نیست، میدونی خیلی پیچیده تر از این حرف هست که یکی خارج از کانادا باشه، یه خورده داستان داره. آره بعد خود آگهی بزنن، بعد استانی بشه، بعد کشوری بشه، پیدا نشه کسی. آره بعد ثابت کنی که پیدا نکردی. نمیتونه بیاد مثلا اگر که به اصطلاح همین توریستی بیاد به ورک پرمیت تبدیل کنه. چرا میتونه؟ خب آقا یه سفر برو دیگه. نیومده، ما هنوز ویزای توریستیمون نیومده، ما هشت اقدام کردیم. آره بچه اینجا ما گفتیم اقدام بکنیم سریع میاد دیگه. الان بچه‌ها از ایران اقدام کردن 2 هفته 3 هفته یه ماهه اومده رفتن. معلوم نیست سیستم کلا این کانادا اصلا هیچ به هیچ معلوم نیست چجوریه. یکی رو می‌بینی مثلا 2 هفته به قول تو میده، یکی هم می‌بینی 1 سال طول میکشه. حالا anyway برای asset management که گفتی، ببین یه خورده من تو این 2-3 ماه آخر خیلی درگیر بودم. خب داشتیم خب بحث آرچیس انترپرایز رو داشتیم که تقریبا الان آماده است. فکر کنم من چون این هفتم تو مرخصی هستم، هفته دیگه که برگردم سر کار فکر میکنم دیگه همه چی اوکی شده باشه، دیگه ما بتونیم از سیستممون استفاده بکنیم. چیزی که من متوجه شدم تو این بحث که خیلی دنبالش هستم، چون پروژه قابل دسترس دارم، میدونی، یعنی من خیلی راحت میتونم این رو بفروشم به کلاینتمون که الان تو تورنتو هستش. داستان از این قراره که اون بخشی که خیلی مهمه اینه که شما اون دیتا کالکشنی که میکنی اون قسمتش خیلی مهمه، که معمولاً برای کاری که ما انجام میدیم تو بحث ریل و این چیزا، همون پهپاد از همه ایدئال تره دیگه، چون راحت‌تر دیتا رو میتونی برداشت بکنی. قسمت بعدیش میشه بحث اون استخراج داده هاست که من تو کنفرانس هم خیلی دیدم که خیلی شرکت‌ها دارن کار میکنن رو بحث استخراج داده ها از طریق AI. مثلا یه پرزنتیشن خیلی خوب دیدم، یه آقایی بود از کویت اومده بود،
پرزنت کرد. خیلی سوژه جالبی بود. مثلا توی بحث مبلمان شهری چه میدونم ترکای روی آسفالت ها اینا همه رو چیز کرده بود، یعنی AI و مدلش رو دیولوب کرده بود و داشت استخراج میکرد. خیلی جالب بود که حالا میگم خوبی این کنفرانس، حالا یه ذره بریم جلوتر باز توضیح میدم، خیلی خوب بود که این روابط ایجاد شد دیگه. یعنی من مستقیما با این آدم ارتباط برقرار کردم، حالا قرار شد که با هم جلسه بذاریم به صورت همین ویرچوال با هم صحبت بکنیم که مثلا کاری که کرده رو به من یه ذره توضیح بده، مثلا ما کاری که کردیم توضیح بدیم. ایناش خیلی جالب بود. آره اون بحث دیتاش، استخراج دیتاش، چون ببین نگاه کن، یکی اینکه کیفیت دیتایی که برداشت میشه چقدر مهمه، یکی اینکه اون استخراج داده، یعنی اون ترینی که مدل تو میکنی که استخراج بکنه، اینم خیلی مهمه. چون ببین مثلا میگم یه مثال بهت میگم، اینه که مثلا ما توی راهن خب میدونید دیگه سویچ داریم. سویچ اینه که مثلا ریل رو عوض میکنه که قطار از یه ریلی میره روی یه ریل دیگه، به این میگن سویچ. حالا این سویچ خودش تیپ‌های مختلف داره، مثلا نمیدونم، حالا من دقیقش تعدادش رو نمیدونم، ولی مثلا ممکنه 10 تیپ مختلف داشته باشه. اینا هر کدوم اسمای مختلف دارن، سایزای مختلف دارن. مهم اینه که این مدلی که داری ترین میکنی فقط سویچ استخراج نکنه، این خیلی خوبه، ولی اینکه کدوم نوع سویچ هم هست اینم مهمه که چیز بشه. بعد از این جمع‌آوری دیتا، اون چیزی که بعد از این مرحله مهم میشه اینه که اون اتریبیوت هایی که مربوط به هر استی هست، که خب این خودش داستان مختلف داره که حالا باید داری داکیومنت های اون اسست ها رو بررسی بشه. مثلا خب ببینیم مثلا چه میدونم مال کدوم شرکت اینو ساخته، چه سالی نصب شده، چی بوده چی نبوده، که آخرین بار مینتیننس شده، اینا همه هست. یعنی یه سری اتریبیوت تیبل هایی داری که به این باید به هر استی جوین بشه و در نهایت بیاد یه وب اپلیکیشنی درست بشه که شما بتونی از طریق اون وب اپلیکیشن ها یه سری کوئری هایی که از قبل تعریفش کردی که یه مدیر لازم داره، یعنی باید شما اون چیزایی که اون کلاینتتون بهش نیاز داره رو بدونی که چی رو میخواد گزارش بگیره، که اون گزارشگیریه رو بر اساس اون گزارشگیریه شما بیا کوئری های مختلفی بنویسی که از دیتابیست که حالا چیزه این دیتا رو استخراج کنه و در نهایت بیاد مثلا حالا تو حالا میتونه به صورت ویژوال باشه یا نه، مثلا شما به صورت یه ریپورتی که قبلا به صورت تمپلیت مثلا اینو آمادهش کردی بره دیتا بشینه تو این تمپلیت و به صورت یه گزارش خیلی چیز درست درمون چیز بشه. چون میدونی که ببین ما توی بحث ArcGIS آنلاین انترپرایز یه همکاری خیلی خوبی بین ازری و مایکروسافت داره انجام میشه، خیلی خیلی تنگ داره انجام میشه. یعنی دقیقاً تیم ازری داره با مایکروسافت داره کار میکنه، به خاطر همین خیلی چیزا رو داره میاره توی محصولات مایکروسافت. ببین مثلا میگم، حالا من نمیدونم شما از مثلا مایکروسافت تیم استفاده کردین یا نه. الان اومده مثلا چیزی که من تو کنفرانس دیدم اینه که دیگه شما لازم نیست بیاین دیگه برین روی ArcGIS آنلاین مثلا لاگین کنید اونجا برین حالا لایه‌هاتون رو بیارین، نه، شما از همون داخل مایکروسافت تیمتون میتونید محیط ArcGIS آنلاین رو داشته باشین، همونجا هر کاری که لازم دارین بکنید. تو جلساتتون میخواین مثلا شیر کنید، نمیدونم لایه ها رو نشون بدین، حتی به صورت اینکه خط بکشین، دایره بکشین، نمیدونم نوت بنویسید روش، اینا چیزاییه که میشه تو همون مایکروسافت تیم انجام داد. حالا همینو توی مایکروسافت اکسل داره میاره به صورت یه پلاگین توی اکسل داره، توی پاورپوینت داره. یعنی شما به صورت کاملا اینتراکتیو میتونید مثلا از طریق لاگینی که میکنید از توی پاورپوینت به ArcGIS آنلاین یا انترپرایزتون وصل شده باشین، اون نقشه هایی که میخواین و اطلاعاتی که میخواین بیارین قشنگ موقع پرزنتیشنتون به صورت لایو، به صورت اینتراکتیو، یعنی نه اینکه فقط یه عکس از یه مپی باشه، میتونید بیارین زوم کنید، قشنگ کلیک کنین روش، پاپ آپش باز بشه. همه این چیزا رو میشه انجام داد.
به خاطر همین ورک فلوی که الان ایجاد شده خیلی گسترده تر شده. یعنی با این اتصال مایکروسافت با ازری این باعث میشه که این ورک فلو به این صورت بشه که شما یه سری عملیات‌های GIS این چیزا دارین رو قسمت پلتفرم ازری، یه سری تولزا رو حالا بهتون مایکروسافت داره بهتون میده، مثل پاور اپس، مثل مایکروسافت فابریک که خیلی داره چیز میکنه. من خیلی اطلاعاتی ندارم، هم دارم بهتون تکرار میکنم که این مایکروسافت فابریک رو بریم ببینید چی هست، ولی خب میدونم که خیلی چیز جالبه. یعنی شما میتونید کل پروسه رو مثلا یه کوئری میگیرین میخواین تبدیلش کنید به یه دونه گزارش و بفرستین به یه ایمیلی که قرار شده به مثلا اون مخاطب بهش نیاز داره، کل این پروسه رو از طریق مایکروسافت میتونید به صورت اتوماتیک تعریف کنید، همه چیزش آماده باشه. فقط مثلا میگم اگه توی همین پرسشنامه‌ای که خانم دکتر امروز داشت توضیح میداد، شما فکر کنید از سوره 1 2 3 ArcGIS آنلاین دارین استفاده میکنید، سر حالا توی شهر مثلا اون داره پرسشنامه پر میشه، به محض اینکه این سابمیت میشه، چون اگه به اینترنت وصل باشه، اگه وصل نباشه که به صورت آفلاین چیز میشه، وقتی که شما وصل شدین به اینترنت همه رو با هم میفرسته. اگر نه به اینترنت وصل باشه، مثلا تبلت شما یا حالا موبایل شما، همون زمان که شما یه نفر رو تموم شد پرسشنامه سابمیت میکنید، این میره رو سرور میشینه. مایکروسافت این تولزایی که داره، مایکروسافت اینو تشخیص میده که یه پرسشنامه روی سرور نشسته و شروع میکنه اون پروسه‌ای که شما واسش تعریف کردین که چه اتفاقاتی رو این حالا دیتایی که افتاده بیفته رو انجام میده. مثلا بیاره اون فیلدهای مربوطه رو بیاره توی اون تمپلیت وردی که مثلا شما آماده کردین بهش دادین، میاد میشونه یه گزارش قشنگ، عکس‌ها رو میاره سر جاش میشونه چیزا، و در نهایت مثلا کاری که میگم من خیلی این کار رو میکنیم، میفرسته به صورت اتوماتیک حالا مثلا به آقای بهنام محمودیان ایمیل میکنه، چیز میکنه، یعنی متن ایمیلش از قبل آماده است که آقا مثلا اینه همه چیزش آماده، سند میکنه میره. یعنی دیگه اون دخالت یه آدم اپراتوری که آقا حالا بشین استخراج کن، بذار تو فرم، بذار اینطوری کن، تو این ورد بچینش، عکسشو دانلود کن، حالا بذارش تو ورد فیکسش کن، فلان کن، اینا همه از بین میره. خب این تو سرعت کار خیلی تاثیر داره. میگم ببین من حالا دیگه برگردم، نمیدونم حالا فرصت داریم یا نه، بنام به من بگو. نه وقت داریم، ما تا هر وقت که بحث باشه که وقت داریم. ببین من خیلی دوست دارم برگردم به بحث کنفرانس، یه فلش بک بزنم به کنفرانس. خیلی چیز بود، خیلی از اون مخیله من خیلی بیشتر بود. یعنی اون چیزی که من تصور میکردم در مورد این کنفرانس با اون چیزی که تو واقعیت دیدم خیلی متفاوت بود. نمیدونم نوید میتونی صفحه شیر کنی، بری تو گوگل مپ، چون من رو موبایلم هستم. حالا کی شیر کرده؟ هر کی الان هر کی شیر بود من میتونم برم تو گوگل مپ چیکار کنم؟ برو تو. آره نوید به نظرم شیر کنه بهتره. آره گوگل مپ گوگل. اوکی این گوگل مپ اگر من شیر نیستی یعنی من ندارم. آره الان شیرش میکنم الان گوگل مپ. خب این الان گوگل مپ. خب ببین بزن کانونشن CON کانونشن آره سنتر سان دیگو، کانونشن سنتر سان دیگو همون اولیه است. آره خب حالا برو رو عکس ماهواره‌ای، رو عکس ماهواره‌ای، نه اون پایینش. آره لیرز، آره تریان. خب ببین چرا رفت همین لیرز. اوکی آره. خب این ساختمون بزرگی که میبینی، یعنی این الان رو صفحه مشخصه، یه ذره اگه بدیش به سمت راست خیلی چیزتر معلوم، بهتر معلوم. به سمت راست اینجوری. آره ببین این ساختمون بزرگ که
همون دو تا قسمت سفید رو سقفشه، این کل این کانونشنال سنتره. آره کلش، یعنی از این ور بگی تا اون ور. ببین خیلی بزرگه و توی 2 طبقه است. آره غیر از این، از ساختمونه به این عظمت که حالا اگه روش چیز کنی، اگه اون سرچ تو کلیکشو ورداری یک پارتیشن نشون نمیده فکر کنم، اگه بخوام بتونم برم ببینم. اصلا میتونی عکساشو بیاری که روش بزنی عکساشو میاره. استارباکس توش نشون میده. آره توش استارباکس داره. آره آره استارباکس توش نشون. ببین قسمت یه زومات بکن اول، یه زومات بکن. خب ببین سمت چپ و راستش یه هتل هیلتونه، یه هتل مریوته. درسته؟ یعنی غیر از اون 2 تا سالن بزرگی که اونجا توی این 2 تا هتل. آره یکیش مریوته، یکیش حالا اونور هیلتونه. این 2 تا هتل هم توش باز یه سری ایونت ها اینجا برگزار میشد که میگم اصلا من فرصت نکردم حتی برم داخل این 2 تا هتل بشم ببینم چه خبره. درست. چیزی که من رو موبایلم دیدم، تقریبا من روزی 18 کیلومتر پیاده روی کردم. درسته. توی این مسیرایی که بود همش برم، چون من میگم یه زمانی رسید دیدم خیلی دیگه پادر دارم میمیرم. بعد نشستم رو موبایلم گفتم این چقدر راه رفتم. حالا مسیر هتل من تا اینجا کلا مثلا 10 دقیقه پیاده روی بود، نه یعنی اینقدری هم زیاد نبود. سالن اکسپوش که مثلا چیز بود، نمایشگاهش بود، یه سالن فوق‌العاده بزرگ بود که میگم من 2 روز تو اون داشتم میچرخیدم، آخرم همه جاشو نتونستم ببینم. خیلی جالب بود که تکنولوژی‌های مختلف و به روز مثلا شرکت‌های مختلف اومده بودن، از ایرباس بگیر اومده بود. من خیلی برام جالب بود که ایرباس تولید عکسای ماهواره‌ای میکنه با کیفیت‌های خوب. من اصلا اینو نمیدونستم که من فکر می‌کردم ایرباس فقط همین شرکت هواپیماییه، داره هواپیما میسازه، ولی خودش مثلا داره عکسای ماهواره چیز میکنه. لایکا بود، تریمبل بود، نمیدونم. حالا یه سری عکس‌ها رو گذاشتم، نمیدونم اونجا رو چیزایی من همه رو دیدم. من شما هر چی گذاشتیم من همه رو آره دیدم. حالا من خیلی یاد عکس هنوز دارم نفرستادم، حالا بعدا میفرستم. مثلا کاتالوگ‌های مختلف، مثلا پهپادهای مختلف بود واسه عکس برداری و لایدار و این چیزا. خیلی جالب بود، خیلی چیزاش خیلی جالب بود. مثلا یه سنسور لایداری بود که شما میتونستی بگیری تو دستت، همین راهبیری برداشت کنه و این چیزا. خب اینش خوب دیده بودم، یه همچین چیزی خیلی عجیب غریب نبود، ولی اینش جالب بود که همون محصول یه دونه پهپاد هم داره که میتونستی به جای سنسور لایدار اون اینو برداری بذاری رو اون، یعنی روی پهپاد هم نصب میشد. یعنی شما اگر یه پهپاد میگرفتی با این سنسور لایداره، انگار که مثلا 2 تا محصول همزمان خریدی. اینش خیلی جالب بود. یا مثلا اون دستگاهی بود که مال لایکا بود، گذاشتم گفتم $7,000 اینا گفتم 250 تا 800. اون اصلا یه چیز عجیب غریبی بود، اصلا یه چیز هیولایی بود. یعنی میگم دقیقا نوشتم قول مرحله آخر. خیلی چیز بود، خیلی جالب بود که این روی هر چیزی که نصب میشد. یعنی شما میتونستی روی قطار نصب کنی، روی ماشین نصب کنی و با هر سرعتی که می‌خواستی من بهش میگفتم خب من هر سرعت بره بالاتر دقت نمیاد پایین‌تر. گفت نه اصلا ربطی نداره، با هر سرعتی که دوست داری برو برداشت میکنه و چیزم هست، دقتش هم خیلی بالاست. عکس ببین یعنی توی دیگه این الان آفرین اومدی توی چیز که حالا اینجا استارباکس داره، توی این 2 طبقه سالن‌های مختلفی داره، خیلی سالن‌های مختلفی داره که پرزنتیشن‌های مختلفی توش انجام میشد. شما روز اولی که من خیلی واقعا آرزو میکنم که همچین کنفرانسی رو همتون بتونید برید. روز اولی که میرین یه دونه بج بهتون میدن که روش اسمتون نوشته، شرکتی که توش کار میکنید و یه QR کد روش داره که برای ورود به هر سالن پرزنتیشنی یا همین نمایشگاهی که هست شما اون QR کد اونجا یه نگهبان داره اسکن میکنه، وارد میشین. روزای اول من رفتم توی این پرزنتیشن ها شرکت کردم، دیدم که یه سریاشو دارم از دست میدم، به خاطر همین اومدم چیکار کردم. چیز جالبی که بود این بود که شما
آدمایی که مستقیما مثلا ArcGIS Pro رو دارن دیولپ میکنن با اونا میرفتی باشون صحبت میکردی. یعنی توی اون نمایشگاه من یادتونه یه عکس گذاشته بودم قبلا توی گروه که محصولات مختلف ازری رو گذاشته بودم، یه نقشه خیلی چیزی بود، یه عکس بزرگی بود که رنگی داشت اگه خاطرتون باشه. حالا حساب کنید برای هر کدوم از اینا توی اون نمایشگاه یه غرفه بود. مثلا برای ArcGIS Pro یه دونه بود، برای نمیدونم اکسپریانس بیلدر یه غرفه بود. بعد توی این غرفه ها هر کدوم اکیپی که اون نرم افزار رو دارن دیولپ میکنن چیز بودش، اونا تیم اونجا وایستاده بود که شما میتونستی بری سوال کنی ببینی چیه، مثلا به چه صورت هستش. و چیز جالبی که بود، خب من چون خیلی تو این 1 سال اخیر با اکسپریانس بیلدر ازری کار کردم، به نظر منم توی محصولات آنلاین ازری، حالا غیر از اون دسکتاپش رو کاری ندارم، اون اصلا ArcGIS Pro یه قولیه واسه خودش که هیچی اصلا کاری بهش ندارم، ولی توی بحث ArcGIS آنلاینش من اکسپریانس بیلدر رو بهترین محصول ازری میدونم. اصلا یه چیز عجیب غریبیه، خیلی قدرت زیادی داره. جالبش این بود که من 2 تا ورکشاپ اینا رو شرکت کردم، یه سری مثلا ترفندا رو داشتن چیز میکردن، جالبم بود، برام جالب بود. یکی از این پرزنتیشن ها که کی داشت پرزنت میکرد؟ مدیر تیم اکسپریانس بیلدر ازری، یعنی دقیقاً مدیری که این تیم رو میچرخون که این نرم افزار رو دیولپ کنن. بعد از اینکه تموم شد من رفتم پیشش، بهش گفتم که یه خانم چینی هم هستش، بهش گفتم که مرسی که مثلا پرزنتیشن تو خیلی خوب بود و این چیزا، من یه سری کارا کردم دوست دارم ببینی نظرتو به من بگی. بعد خیلی قیافش خیلی جالب بود که ای بابا حالا اینم ما رو گیر آورده و مثلا با کمال مثلا بیمیلی قبول کرد، گفت باشه ساعت 4 بیا تو همون اکسپو، اون قسمت اکسپریانس بیلدر من اونجا هست. گفتم باشه. من رفتم اون ساعت 4 اونجا بود و اون کار چیز بودش، نیوزلند که من انجام داده بودم و بهتون یه بار نشون دادم. بله. آره اون کارو بهش نشون دادم. بعد خیلی ریاکشنش جالب بود از اون آدمی که اون بالا نشسته بود. خب بعد میگم با کمال بی‌رغبتی و قبول کرد که بیاد ببینه من چیکار کردم. دقیقا موشی شده بود که من داشتم پرزنت میکردم، اون اینه بچه مثلا کلاس اول نشسته بود 4 گوش داشت گوش میکرد. بعد به من میگفت مثلا اینشو چیکار کردی؟ ببین مثلا میگم توی اکسپریانس بیلدر منو هست، خب ویجت منو هست، شما وقتی صفحات مختلف داری خودش به صورت اتوماتیک میتونی توی هدرش ویجتشو بذاری، بر اساس صفحاتت میاد منو میذاره، خیلی هم خوب اوکی. ولی اگر منو زیر منو داشته باشه دیگه کار نمیکنه، متوجهی؟ یعنی دیگه اصلا این کارایی نداره. خیلی ببین چیزه. من چیکار کرده بودیم؟ کاری که ما کرده بودیم اومده بودیم یه سولوشن خیلی به قول معروف چی میگن خلاقانه انجام دادیم. من یادم خیلی روش کار میکردی، جاوا خیلی از این به اون زدی، نمیدونم فلان کردی، خیلی کاستومایز دیگه. آره دقیقاً پروژه خیلی پیچیده و مفصل بود، خیلی پروژه خیلی مفصل بود. خب ببین مثلا اون پروژه اگه من یه فلش بک به اون بزنم، یه پروژه‌ای بود که 5 تا داکیومنت اصلی داشت، مثل استراتژیک کیس، اکونومیک کیس، نمیدونم اینطوری، که هر کدوم این میشد مین داکیومنت، که این مین داکیومنت ها هر کدومش مثلا 200 صفحه چیز بود، 250 صفحه گزارش بود که تو این گزارش عکس بود، تکست بود، 1000 تا کوفت و زرمار توش بود. بعد زیر این داکیومنت های اصلی هر کدومش باز یهو می‌بینی 5 تا داکیومنت فرعی داره. بعد اینا همه این داکیومنت ها رو با اومدیم به صورت اینتراکتیو کردیمش تو وب جی آی اس دیگه. یه کار عظیمی بود، یعنی اصلا الان یادم میفته میگم چقدر کار چی.
حالا میگم دیگه مثلا این زیر منوها رو مثلا من بهش نشوندم، از من سوال میکنه اینو تو چجوری ساختی، این اصلا نمیدونم تو اینو چیکار کردی. من میگم جالبه که با کی داری حرف میزنی، با کسی که خود نرم افزار رو درست کرده. بعد دیگه خلاصه بهش توضیح دادم، گفتم ببین من این کار کردم چیزا، مثلا یه سری کد HTML بود براش ایمیل کردم، گفتم این کد HTML اینو استفاده کنی. بعد به من گفتش که ما میگم حالا حساب کن، اول خودش نشسته بود، بعد یکی یکی بچهای تیمش رو صدا کرد، مثلا فلانی بیا، دیدم جک بیا، اون یکی بیا، این یکی بیا. من یه چیز شده بود که من نشستم روی میز و بالا سر من رو لپتاپ من 10 نفر آدم وایساده بودن داشتن نگاه می‌کردن که اینا چیکار کردی اینطوری. بعدش من گفتش که ما این نرم افزار رو دیولپ کردیم و هیچ موقع فکر نمی‌کردم یه کسی اینطوری مثلا ازش اینطوری استفاده کنه. معمولا ما مثلا خیلی برای چیزای ساده تر و خیلی مثلا روتین تر و برای تو خیلی کمپلکسه، یعنی خیلی قهرقاتی همه چی، مثلا آدم گیج میشه چجوری اینو طراحی کردی. که وقتی اون چیز دیزاینش رو بهش نشون دادم دیگه قشنگ دقیقاً تیر آخر رو بهش زدم که حالا قرار شده یه روز دیگه من بیام به بچه‌ها. بعد کلی منو دعوا کرد که تو چرا اینو امسال نیومدی اینجا پرزنت کنی. آره من دقیقاً من خواستم همینو بگم و یه بخشی هم داره که در حالت جایزه به اصطلاح طراحی و فلان داره، اونم میتونی شرکت کنی. خب من نمیدونستم، من اصلا هیچ چیز خبر نداشتم، میدونی. من یعنی دقیقاً ته ذهن من این بود که یه کنفرانس 700-800 نفری، حالا ورکشاپ های مختلف با یه نمایشگاه مثلا مثلا دهم این نمایشگاهی که رفتم دیدم، میدونی. به این اصلا من تصورم این نبود که یه کنفرانس دارم میرم همون 20,000 نفر آدم تو شرکت کنن. اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. اصلا فقط هم چیز نبود که ببین مثلا از تمام مثلا از گاورمنت ها اومده بودن، از خود مثلا گاورمنت های خود آمریکا اومده بودن، نمیدونم از شرکت های مختلف. اصلا یه چیز میگم خیلی چیز عجیب غریبی بود. بعد دیگه هیچی دیگه من گفت چرا نیومدی؟ گفتم من نمیدونستم. که گفتش که سال دیگه حتما بیا ازری کانادا، بعدش به من گیر داد که تو چرا اینو پرزنت نمی‌کنی، بیا پرزنتش کن. حالا اگه عمری بود 2 سال دیگه اینا باز دوباره پول دادن ما بریم چون معلوم نیستش که یا میگه سال دیگه میگه آقا بودجه نداریم، میدونی. خب اگر که نکردم به اصطلاح به ازری کانادا اونا ازش میدن، خیالت راحت. چون برای خود ازری کانادا هم خیلی به اصطلاح چیز داره دیگه، کلاس داره که ما یکی از کلاینتامون هم چیکار کرده. حالا دیگه ولی خود ازری کانادا خدایی خیلی تو این سفر خیلی کمک کرد، خیلی هوا رو داشت. یعنی مثلا هر می‌خواستی یکی رو پیدا کنی خیلی چیز میکردن دیگه، به قول معروف کمک میکردن که تو اون چیزای نیازهایی که داری رو برطرف کنی. اونجا مثلا دنبال کسی میگردی دقیقاً واسط سرچ میکردن اون آدم رو پیدا میکردن، خیلی کمک میکردن. بعد خدمت درس شود که یه چیز جالبی که مثلا دیدم این بود که احتمالاً تا چند ماه دیگه این بحث AI توی ArcGIS Pro اضافه میشه به اسم AI Assistant که میاد قشنگ تو ArcGIS Pro میشینه و دیگه شما میتونید ازش سوال بکنید. حالا یه چیز دیگه هم جالبه که حالا این چت باتی که شماها نشون دادین، من یه چیز جالب بهتون نشون بدم. اگه بتونم صفحه‌مو شیر بکنم، دوباره رو موبایلم هستم، میریم برای شیر کردن. اوکی کانتینیو استارت. نمیدونم شیر شد. شیره بله داره میاد. شیر شد یا نشد؟ استاپ شیریم. شیره داره میدونی. الان یعنی وایسا صفحه الان صفحه منو میبینی؟ بله صفحه موبایلتونه. بله ببین یه چیزی ازری داده به اسم ازری ساپورت. خب یه اپلیکیشنه، میری توش با همون
یوزرنیم پسوردی که برای RGS آنلاین داری اونجا لاگین میکنی، اینجا یه چت بات داره. بعد خیلی جالبه، هر سوال GISی که شما داری ازش اینجا میتونی بپرسی و جوابتو میده. ببین مثلا من بپرسم مثلا what are the tools related to site selection، مثلا این. آقا رضا ببخشید این آیدی پسوردی که گفتیم برای RGS آنلاینه، ما هم یه دونه از این عمومیاشو ساختیم اینجا رایگان، از اونم میشه استفاده کرد؟ نمیدونم، لاگین کن یه بار تست کن. بذارید ببینیم اسم این اپی که گذاشتین رو من متوجه نشدم. اسمش ازری ساپورت. ازری ساپورت. آره. یه اپلیکیشنه باید دانلود کنیم، بعد با اون آیدی پسوردی که توی RGS آنلاین داریم بریم. آره ببین الان قشنگ داره جواب یکی رو داره میده، مثلا چیا هستش، حتی فیلم اضافه میکنه. من مثلا دیدم بعضی وقتا اگه مثلا یعنی یه آموزشی باشه که داشته باشه فیلمش رو اینجا میذاره. یا مثلا الان میگم هر سوالی دیگه، به همون سوالی که مثلا نوید پرسید، اینستال ArcGIS Pro Linux، ببینیم چی جواب میده. مثلا اینش جالبه، من اصلا اینو اصلا خبر نداشتم. یعنی اینم حتی توی موقعی فهمیدم که رفتم اون تو اکسپو قسمت ازری ساپورت، بعد اینو دیدم که مثلا اینا خودشون بهم توضیح دادن که آره مثلا این هست و نرم افزارشو نصب کن و فلان کن و اینا. ببینی این خیلی کاربرد داره، به نظرم خیلی خوبه. اگه بتونید مثلا یه اکانت بسازین خیلی اینجا میتونه کمکتون کنه. این چیز جالبی بود. حالا دیگه چیزهای مختلف مثلا ویدیوهاش حالا نمیدونم چیه. RGS Pro من خیلی باش بر نرفتم دیگه. خدمتتون عرض شود که دیگه همین دیگه، این کلیاتش بود. خیلی جالب بود. حالا این ترکیبش هم حالا اون AI اسیستنت هم که میگه خب خیلی چیز جالبیه اگه اونم بیاد. آره میاد دیگه، امسال فکر میکنم تا آخر امسال بیادش. چیز جالبی باید بشه، چون مثلا حساب کنید تو RGS Pro خب یه پرامپت می‌نویسی من این کارو میخوام بکنم فلان کارو میکنم واسهتون، یهو می‌بینی 4 تا پروسه رو با هم انجام میده، وقت شما کلی چیز میشه، آزاد میشه. در کل تجربه خیلی خوبی بود. یه سری چیزا رو میگم من نمیدونستم، مثلا من یه روز قبلش رسیدم اونجا، به نظرم اشتباه بود. بعد مثلا 1-2 روز قبلش باید آدم بره اونجا، نه روزی که مثلا فرداش میخوای بری کنفرانس. یا مثلا ما میتونستیم روز دوشنبه کنفرانس شروع شد، دوشنبه که اوپنینگش بود که جک اومد روی خورد صحبت کرد این چیزا، ولی سه شنبه از ساعت 5 به بعدش یه چیز بود، یه نمایشگاهی بود به اسم مپ گالری که حالا مثلا شرکت‌های مختلف اومده بودن به صورت مثل این روزنامه دیواری ها. حالا بچه‌هایی که مثلا مقاله دارن میدونن من چی میگم، مثلا مقاله ها رو به صورت چیزی پوستر چاپ میکنن به اون شکل. مثلا شرکت‌ها کارهای مختلفی که انجام دادن و اونطوری اومده بودن پوستر کرده بودن. خب مثلا من نمیدونستم، اگه میدونستم همچین چیزی خب خیلی خوب بود که ما هم همچین کاری رو میکردیم. یا مثلا واسه پرزنتیشنی که میتونستیم شرکت بکنیم. و چقدر میگم آدم این لینک های مختلفی که اونجا چیز میشه باشون آشنا میشه، ایناش خیلی جالب بود که من مثلا تمام ایراداتی که توی بحث اکسپریانس بیلدر رو باش برخورد کرده بودیم بهشون گفتم. مثلا که ایراداتش این بود که سرچ هست
ویجت سرچ توش هست، ولی سرچ فقط توی یه تیبل یه دیتایی فقط قابل چیزه، ولی سرچ توی سایت مثلا نمیشه. و مثلا یکی از چیزایی که من گفتم که آقا این نیست ولی کلاینت از من میخواد، چون دوست داره یه چیزی رو سرچ کنه تو سایت پیدا کنه، اون که حوصله نداره بره مثلا 50 تا صفحه مختلف و با نمیدونم 20 تا ویو مختلف بره چک بکنه که اون مطلبی که میخواد پیدا کنه. دوست داره یه سرچ بکنه، مطلبش پیدا کنه، سریع بره ریدایرکت بشه توی اون چیزش. دیگه خدمتت عرض شد که اینا جالب بود. مثلا یه نرم افزاری چیز داشت، اون تقریبا 2022 داد به اسم ژئوبیم که می اومد مثلا ماکت بیم رو از پلتفرم بیم 360 میخون، بعد حالا روش مثلا قرار بود که ماکت رو اونجا مثلا ببینی با تمام داکیومنت هایی که وصله به اون مدل 3D که از یه مدل بیم داریم. ولی اون موقع من یادمه که لایسنس شما گرفتیم، ولی انقدر مسخره بود، یعنی انقدر شواف مسخره گذاشته بودن روش، وقتی میرفتی تو دل کار میبینی که چقدر نرم افزار بیخودیه. من سر یه سال دیگه نه اصلا کنسلش کردم لایسنسشو. فکر میکنم الان چون دیدن که خیلی کم مشتری شده، الان دیگه لایسنس رو برداشتن اومدن داخل آرتیس آنلاین گذاشتن، یعنی هر کسی که آرتیس آنلاین داره به ژئوبیم هم دسترسی داره. بعد من رفتم غرفه همون ژئوبیم، بعد جارو شروع کرد توضیح دادن. حالا میگم همون کسی که مثلا تیم لیدره مثلا اون قسمت دیولپ این نرم افزاره، گفت شما تجربه این کار با اینو داشتین؟ گفتم بعدش. گفت به نظرتون چطوره، خوبه؟ مثلا توقع داشت من میگم خیلی خوب. گفتم خیلی بیخوده، خیلی نرم افزار بیخودی، یارو جا خورد. گفت چرا؟ گفتم آقا اینطوریه، اگه من قرارشه اینقدر وقت صرف کنم خب میرم خودم انجامش میدم دیگه، چه کاریه که بیام دوباره چیز بکنم. دیگه گفت نه یه سری ایراداتی که تو داری میگی و ما الان برطرف کردیم، یه سریش اینطوریه اونطوریه. ولی خوب بود. از اتودسک بودن، از خدمت عرض شود که حالا میگم همین تیمای مختلف ازلی، حتی مثلا برای اون اطلسی که توی چون میدونی که ازلی خودش یه چیز داره دیگه، یه دیتا ست گنده داره که تو اون اطلس ازلی میذاره. مثلا با اونا رفتم کلی صحبت کردم، گفتم واسه سری دیتاهاتون رو نمیشه دانلود کرد، چیکار کنی مثلا. خیلی خوب بود. یعنی از این بابتی که شما میری تمام مشکلاتتو با اون شرکتی که داری میگی آقا این مشکلات هست، چه راه حلی داری، بعضیشو واقعا همون موقع بهت سولوشن میدن، بعضیشو میگن آقا مثلا باید جلسه بذاریم مثلا بررسی کنیم، ولی بعضیشو میگن هنوز نداریم سعی میکنیم دیولپش کنیم. ایناش خیلی خوب بود. و یه چیز جالبم بگم حالا خارج از این موضوع، روز آخر چون میدونی که سن دیگو مقر فرماندهی نیرو دریایی آمریکاست. حالا نمیدونم اگه بهنام میخوای اینجاشو دیگه قطع کن دیگه، چون اصلا ربطی به جی آی اس نداره. گفتم که شرکت ها مثلا پوستراشون آوردن گذاشته بودن، بعد یه سری هم غرفه داشتن. عربستان اونجا غرفه داشت، من رفته بودم تو غرفه عربستان. بعد با این چی میشد که اشکال نداره، داخل چیز خاصی نیست که مثلا آره من داشتم. هر هفته ما این اتاقو روزای سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت تهران برگزار میکنیم، در مورد اخبار و تازه ها و تجربه هم صحبت بکنیم و فیلم های ضبط شدهش هم تو یوتیوب اگه چکاچیس رو سرچ کنید میتونید ببینید و همینطور جلسه قبلتر از جلسه 30 توی سایت chakajs.com میتونید ببینید. خیلی ممنون از همراهی همه، شب همگی بخیر. خیلی ممنون، شب همه بخیر. مرسی، خداحافظ همگی.